بچه ازتون یه نظر میخواستم که نظر بدید ببینم برای ویدیو جمعه یا شنبه که آپلود میکنم توی یوتیوب این طرحه بهتره. خب فقط سریع کامنتتون رو بنویسید. این بنویسید 1 2 طرح 1 بشه این ساده که فقط اینه. یه راکت هم درست کردم. خب بعد حالا نشونتون میدم تو ویدیو، یعنی قراره یه همچین چیزی بسازیم به کمک هم و وسایلش هم بهتون میگم تو ویدیو 0 تا 100 زیر 200,000 تومان میتونید یه راکت فوق العاده پشم ریزون بسازید. خب کلا میخوام ببینم این طرحه بهتره از نظر شما یا این طرحه. از نظر خودم اون بزرگتره یه ذره راکتش نسبت به این، ولی خب این دیگه دستارم داره راحت تر کارم. ولی اگه اینو انتخاب کنیم خب که هم یه ذره راکت پهن‌تره، این صفحه گردش یه ذره پهن‌تره، راحت‌تر میشه باش بازی کرد. خب نمیدونم حالا راکت بازا بگن یا این بهتره که کوچیک‌تره صفحش، کدوم بهتره و اینکه کدومو شما انتخاب میکنید الگو بشه برامون. اون راکت رو من برام براتون بیارم. خب بچه‌ها اینم از راکته بود که من ساختم. این راکته و اینو من ساختم. خیلی راکت سنگین، محکم، خوب، عالی. و این فقط بدیش اینه که چون پول زیاد نخواستیم بدیم دیگه، با فوم ساخته شده این با فومن. و اینکه حالا یکی از پولدار میتونه راحت پولشو میده، میتونه بره از این رویای خود راکت پینگ پونگ تو دیجیکالا و اینا میفروشن، میتونید برید از اونا بخرید، میتونید برید حضوری بخرید. چرم هم میتونید استفاده کنید، یه لایه فوم بزنید، چرم هم بزنید روش. ولی خب من زیاد پیشنهاد نمیکنم، ارزون تر در بیاد. مهم اینه شما بازیتون رو میتونید راحت بکنید دیگه، بازی رو راحت میتونید انجام بدید. و خلاصه که بگید طرح 1 بهتره یا طرح 2، کدوم بهتره؟ از نظر خودم این بهتره. میتونیم این دستارم تو ویدیو بهتون میگم اینا برای چیه، شاید هم خودتون بفهمید. خلاصه که میتونیم برای این طراحی بکنیم اندازه خودش باشه و اگرم این باشه که این دوتا رو داره دیگه راحته، ولی صفحش کوچیک‌تره. بگید صفحه کوچیک بهتره یا صفحه بزرگ و دیگه خودتون تو کامنت ها بنویسید طرح 2 طرح 1. دوستتون دارم، منتظر ویدیوش باشید. سابیاتون نره. دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم. درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم.